انواع مختلف مدیران. مدیر کمالگرا، این اصلاح 15 حد اکثر خوبه، عالی نیست اصلا. مدیر کول، آره اوکیه، این ویدیو رو دیدی؟ خیلی خوب میرقصه، بیا اینو ببین. مدیر تازه کار، گزارش چی و کجا فرستادین؟ دیدم ولی یه یادآوری بکنید. مدیر بیخیال، نه خوبه دیگه، بفرست بره، اوکیه، خسته نباشی. مدیر قدر نشناس، دیدم چرا انقدر دیر، بدو 3 تا کار دیگه هم داریم عقب مونده، بدو. مدیر مشکوک، آره دیدم، اتفاقا بعد از ظهر بیا تو اتاقم یه چیزی برات آماده کردم، یه تشکری از زحماتت باشه. مدیر وصل، عددا رو گفتم 4 برابر کن، کردی؟ ما میخوایم بودجه بگیریم، برو 4 برابر. مدیر پرخاطره، آخ گفتی گزارش آخر سال، من خودم آخر سال پارسال رفته بودم میکونوس، اونجا یه دختره رو دیدم. مدیر پیشکسوت، دست شما درد نکنه بابا جان، زمان ما همه اینا رو باید با یه ماشین حساب میزدیم، خیلی کار شما جوونا راحت شده، احسن. مدیر دورکار، آره ببین شده، ولی منظور من از این ویدیو اصلا این نبود که آقای مدیر من گزارش پایان کوارتر را فرستادم، لطفاً ببینید، دست شما درد نکنه.